درود به خوبان. من آریان رسا هستم و خیلی خوش اومدید به نخستین وودکست کانال آریان رسا. اومدیم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم؟ راجع به تفاوت انواع میکروفون ها. ما اصلاً چند نوع میکروفون داریم؟ ما 4 نوع میکروفون داریم که خیلی ازشون استفاده میشه. ما ذاتاً به طور کلی 4 نوع میکروفون رو میشنویم. میکروفون های کاندنسر، میکروفون های داینامیک، میکروفون های ریبون و میکروفون های شاتگان. خب تفاوت هاشون چیه؟ میکروفون کاندنسر گزینه‌ایه که الان دارین صدای من رو باهاش میشنوید. بیشتر دوبله ها در استودیوها با میکروفون های کاندنسر انجام میشه، چون ریزترین اجزای صدا رو میگیرن. ریز نفس ها، نفس دزدی ها، تمام په ها رو محکمتر میگیرن، سیبیلانس ها رو محکمتر میگیرن و خیلی با جزئیات هستن و حساسیت بالاتری دارند. یعنی اگر در یک محیطی باشید که ایزوله سازی خوبی در اون صورت نگرفته باشه و صداتون اکو بشه، این میکروفون به راحتی اون رو دریافت میکنه. این میکروفون به شدت حساس و متفاوته. در واقع یک خازن داره، کپسول داره، دیافراگم نازک و صفحه فلزیه. گاهی این صفحه میتونه از روکش طلا باشه، چون طلا یکی از بهترین رسانه‌های جهان است و وقتی که صدا به اون روکش میخوره واضح‌تر ترجمه میشه. گفتنی است برای روشن کردن میکروفون‌های کاندنسر از راه XLR شما باید از فانتوم پاور استفاده کنید. این فانتوم پاور وقتی که به میکروفون وصل میشه باعث میشه که روشن بشه و نیاز نباشه که شما گین رو زیاد ببرید بالا، چون میکروفون‌های کاندنسر برای این کار طراحی شدن. اما مدلی هم وجود داره که USB بخوره، همانند رود NT1 5 Generation. همین میکروفونی که صدای من رو دارید ازش میشنوید. همه چیز دیجیتالی است و حالت XLR هم که حالت آنالوگ به دیجیتال است. یعنی وقتی به کارت صدا میخوره آنالوگ به دیجیتال ترجمه میشه و سپس وارد نرم افزار داو و یا حالا هر چیزی که باش ضبط میکنید میشه. صداش کاملا دقیقه، شفاف، با جزئیات بالا و ثبت فرکانس های ایر، یعنی فرکانس های بالا. این روند یه جورایی به اکولایزر ربط داره که جاش خیلی تو پادکست ما نیست. فقط این گونه بهتون بگم که بالاترین اعدادها به کیلو میرسه، نه هرتز ها، کیلو هرتز ها به شما فرکانس های ایر رو میدن، یعنی صدای شما شفافتر میشه و ما بهش میگیم بوم نقاشی. یک بوم سفید نقاشی که شما میتوانید با صدای خامش هر کاری بکنید. صداش رو دارکتر بکنید، بامتر بکنید یا خیلی آزادتر بکنید و یا حالا هر روشی که وجود داره. بهترین کاربردش برای وکال استودیو، گیتارهای آکوستیک، درامزها، پادکست در محیطهای آکوستیک شده و در واقع وودکست ساختن که همین الانم دارم ازش استفاده میکنم. برخی هم باهاش کتاب گویا میخونند، ولی خب به درد همه چیز نمیخوره، چون یک SPL خاص داره. میکروفون های داینامیک SPL های بسیار بالاتری دارن. SPL یعنی بذارید خیلی ساده بهتون بگم. شما وقتی که روبروی میکروفون حرف میزنید، داد میزنید، فریاد میکشید یا گیتاری میزنید، دست میزنید، اینها یک فرکانس هایی دارن، اینها یک در واقع صدایی دارن. اینجوری بهتون بگم، آن صدایی که گوش شما رو اذیت میکنه مانند شلیک یک گلوله میتونه به شدت به دیافراگم این نوع میکروفون ها که SPL های پایینی دارند آسیب به شدت غیر قابل جبران بزنه. در واقع این گونه بگم، میکروفون های کاندنسر انقدر با جزئیاتن که من وقتی دارم باشون ضبط میکنم جرئت نمیکنم دست خودم رو بخارونم، چون صدا رو به راحتی میگیرن و هیچ فرقی هم توش نیست.